توی مجموعه انگلیسی در سفر قراره با همدیگه هر لغت و جمله‌ای که ممکنه توی سفر به کارتون بیاد یاد بگیریم. پس بدون معطلی بریم که شروع کنیم. سلام، من فرسیما قطبی هستم. خیلی خوش اومدید به یه قسمت دیگه از انگلیش ویت فرسیما. تو این قسمت سراغ یه موضوع خیلی کاربردی رفتیم. یعنی این قسمت فقط مخصوص زبان آموزان نیست، به درد همه میخوره، چون توی سفر به هر حال هممون به زبان انگلیسی نیاز داریم. این اولین قسمت از یه مجموعه چند قسمتیه و قراره با هم دیگه موقعیت‌های مختلفی رو که ممکنه توی سفر پیش بیاد تمرین کنیم. موقعیت‌های مثل فرودگاه، هتل، خرید کردن، تاکسی گرفتن، رستوران. تو این قسمت چند تا جمله و کلمه مرتبط با فرودگاه، رستوران و هتل یاد میگیریم. دیگه حاشیه نمیرم و مثل همیشه سریع میریم سراغ یادگیری. موقعیت اول، فرودگاه. طوری که گفتم توی این قسمت قرار موقعیت‌های مختلف رو کار کنیم، اما برای قسمت‌های بعدی به نظر شما نیاز دارم. میخوام بدونم که دوست دارین تو هر قسمت جدا کار کنین، یعنی مثلا یه قسمت فقط مختص فرودگاه باشه، یه قسمت فقط مختص رستوران و غیره، یا اینکه نه تو هر قسمت مثل همین دفعه موقعیت‌های مختلف رو کار بکنیم. حتما برام کامنت بذارین، چون طبق کامنت و نظر شما قسمت بعدی رو میسازم. اولین بخشی که قرار با هم دیگه ببینیم یه سکانس از سریال فرندزه که خیلی قشنگ تفاوت سفر رفتن خانم‌ها و آقایون رو نشون داده. Oh good, you bought food. No, just my luggage. Hey guys! Right! Yeah! Hey, check out the hat! خب همونطور که دیدین کلمه‌ای که اینجا ما داشتیم کلمه لاگیج بود. لاگیج به معنی بار و بندیل سفره. بار، وسایل سفر، به چمدون و ساک و کیف و کلاً به وسایلی که با خودتون میبرین سفر میگن لاگیج. یه کلمه دیگه که در همین معنا استفاده میشه کلمه بگیج هست، یعنی در واقع لاگیج و بگیج هر دو به معنی بار و بندیل سفر و وسایل سفر هستن. بریم بخش دوم رو با هم دیگه ببینیم. Boarding pass and ID, please. Thank you. Boarding pass and ID, please. I need the boarding passes, please. This your boarding passes, sir? We have boarding passes. توی این سکانس ها 2 تا کلمه داشتیم. دیدیم که اون مسئولین هواپیما یا فرودگاه درخواست میکردن boarding pass and ID please. یه کلمه دیگه هم که استفاده شد ident بود. boarding pass به کارت پرواز میگن. ID یا ident هم در واقع مخفف identification هستن که به معنی کارت شناسایی هن. پس وقتی تو فرودگاه بهتون گفتن boarding pass and ID please، منظورشون اینه که لطفاً کارت پرواز و کارت شناساییتون رو بدین. بریم بخش سوم رو با هم دیگه ببینیم. I have a flight to San Francisco early tomorrow morning. I have a flight to. حالا بعد این تو میتونید هر شهر، کشوری که مقصدتونه بیارین. یعنی من پرواز دارم به سان فرانسیسکو، به لندن، به استانبول. اگه بخواید بعدش زمان هم بگین، یعنی مثلا بگین ساعت 6 از پروازم به لندنه، میتونین بگین I have a flight to London at 6 p.m. PM هم که برای زمانهای بعد از ظهر استفاده میشه، یعنی از خود 12 و 12 به بعد، و AM هم که صبح دیگه، یعنی از 12 شب تا 11 صبح. یعنی مثلا اگه 12 شب پروازتون باشه میشه 12 AM، اما 12 ظهر میشه 12 PM و کلا هر ساعتی از ظهر به بعد. خب اینم یه نکته درباره ساعت. بریم با هم دیگه حالا بخش 4 رو ببینیم که یه کلمه مرتبط با فرودگاهه. بعدش میریم وارد بخش هتل میشیم. 2 million in cash in our carry-on. خب اینجا با هم دیگه یه کلمه خیلی کاربردی رو یاد گرفتیم. کلمه carry on که هم میتونه به تنهایی استفاده بشه، هم میتونه همراه با یه کلمه دیگه بیاد، مثل carry on bag، carry on baggage. حالا این یعنی چی؟ به کیف، نمیدونم ساک، کوله، اون چمدونای کوچیکی میگن که شما همراه خودتون به داخل هواپیما میبرید. خب بریم با هم دیگه بخش 5 و موقعیت هتل رو ببینیم. She booked the room. She booked the room. Book a room.
کلمه بوک، بله همون کلمه‌ای که به معنی کتابه، یه معنی دیگهش رزرو کردنه. وقتی میگیم I booked a room یعنی یه اتاق رزرو کردم. بریم با هم دیگه بخش 6 رو ببینیم. Actually, I think you put us in the wrong room. خب سفر همیشه همراه با اتفاقای پیش‌بینی نشده. ممکنه شما برید هتل و یه اتاق اشتباه بهتون بدن. از چه جمله‌ای استفاده می‌کنین؟ مثل جمله‌ای که اینجا گفته شده. یعنی اتاق اشتباهی رو به ما دادید، ما رو تو اتاق اشتباهی گذاشتین. خب موقعیت آخری که قرار با هم تمرین کنیم موقعیت رستوران هست. فقط قبل اینکه بریم سراغ بخش آخر این رو بهتون بگم که این اولین قسمت از یه مجموعه چند قسمتی انگلیسی در سفره و تو قسمت‌های آینده قرار موقعیت‌های مختلف رو خیلی مفصل‌تر کار بکنیم و یه سری موقعیت‌های دیگه مثل خرید کردن، تاکسی گرفتن، آدرس پیدا کردن و غیره رو با هم دیگه یاد می‌گیریم. پس لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایکش بکنین، کامنت بذارین و کلاً اگه دوست دارید زبان رو به روش خیلی آسونی و به کمک فیلم و سریال یاد بگیرین حتما سری به ویدیوهای دیگه کانال هم بزنید. خیلی ممنونم. بریم سراغ بخش بعدی. Hi, can I see a menu, please? Can I see a menu? جمله هفتمی که با هم یاد گرفتیم این بود. Can I see a menu? Can I see a menu please? وقتی شما به یه رستوران میرین اولین چیزی که درخواست میکنین منوی اون رستورانه که اینطوری خیلی مؤدبانه میتونین درخواستتون رو به انگلیسی بگین. خب بریم بخش 8 رو با هم دیگه ببینیم. Can we get a small coffee to go? Sure, hon. Can we get those hot dogs to go? Sounds delicious. Can I get it to go? We get a large coffee to go. وقتی شما به یک کافه یا رستوران میرین و میخواین غذا رو با خودتون ببرین جمله‌ای که استفاده میکنید اینه Can I get it to go؟ حالا این به جای ایت میتونین هر چیزی بیارین. مثلا دیدین که اینجا گفته شد Can I get a coffee to go؟ بریم با هم دیگه بخش آخر رو ببینیم. Can I get the bill? خب تو رستوران آخرش وقتی که میخواین صورت حساب رو بگیرین جمله‌ای که استفاده میکنید اینه Can I get the bill؟ یعنی میشه صورت حساب به من بدین. برای مؤدبانه تر شدن این جملات میتونید آخرش پلیز هم اضافه کنید. Can I get the bill please؟ خب به رسم همیشه بریم با هم دیگه کوتاه مرور کنیم که امروز چی یاد گرفتیم. کلمه اول luggage یا baggage که به معنی بار و بندیل سفر، وسایل سفر بود. کلمه دوم boarding pass که به معنی کارت پرواز بود. کلمه سوم ID، ident یا identification بود که معنیش کارت شناسایی. یه جمله یاد گرفتیم I have a flight to که گفتیم میتونیم هر شهر یا کشوری رو بعدش بیاریم. مثلا I have a flight to London که یعنی یه پرواز به لندن دارم. کلمه پنجمی که مرتبط با موقعیت فرودگاه یاد گرفتیم کلمه carry on یا carry on bag بود که به معنی کیف دستی، ساک، چمدونای کوچیکی که با خودتون داخل هواپیما میبرین بود. تو موقعیت هتل 2 تا جمله یاد گرفتیم. یکیش book a room بود که گفتیم به معنی رزرو کردن یه اتاق. جمله بعدی هم گفتیم به معنی شما ما رو تو اتاق اشتباهی گذاشتین، اتاق اشتباهی رو به ما دادین بود. توی موقعیت رستوران 3 تا جمله یاد گرفتیم. اولیش Can I see a menu? Can I see a menu please؟ که به معنی این بود که میشه منو رو ببینم. و جمله دوم هم Can I get it to go بود که گفتیم وقتی استفاده میشد که شما اون قهوه یا غذایی که میخواستین بگیرین رو نمیخواستین توی رستوران صرف کنین و میخواستین با خودتون بیرون ببرین. و جمله آخر هم Can I get the bill؟ یعنی میشه صورت حساب رو بدین. بی نهایت بابت این که من رو حمایت میکنین ازتون ممنونم. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما هم برام کامنت بذارین و بنویسین دوست دارین تو قسمت بعدی روی موقعیت های مربوط به سفر جدا کار بکنیم یا نه مثل این قسمت چند تا موقعیت رو توی یه اپیزود داشته باشیم. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. چون طبق کامنت شما قسمت بعدی رو خواهم ساخت. برای همین و تو قسمت‌های آینده قرار خیلی مفصل‌تر و کلاً اگه دوست داری زبان رو به روش خیلی آسونی و به کمک